چی باید کرد تا اویلا مکانی مهربانی، همدیگر فهمی و محبت و احترام شود؟ آموزش باز هم آموزش. چی بودن اویلا رو آموختن، برای زنان چی بودن شوهر رو آموختن، برای مردم چی بودن همسر رو آموختن. گفتن سخنهای خوب، بهترین سخنهایی که در داخل خود معجزه دارند. یعنی من تو رو دوست می‌دارم، تو انسانی مهمی حیات من هستی، به پسر، به دختر، به همسر، به برادر، به خواهر، به پدر، به مادر، به همه. خاندان خود ما را، همین خانه که خود ما را، همون بهشت خود ما دانیم و برای پاکی آن، برای تازگی آن، برای سالمی آن حرکت کنیم، یعنی کاری خوب کنیم، خوب باشیم، اون بهشت ما همه وقت برای ما آغوشش را باز میکند. اویلا اون وقت مکان مهربانی می شود که در اون اویلا زورآوری نباشد. اویلا مکان مهربانی.